سلام دوستان، درود بر شما. آقا این پژو مدل 93 درسته؟ بله. پژو پارس مدل 93 این 3 تا کلید داشته بود. 3 تا کلید داشته بود. بعد اومدن رمزش من عوض کردم و یعنی با اینی که زدم 3 کلید داشته. الان این یه دونه کلید خریدار بهش داده بود. بعد منم یک کلید براش زدم، ولی خب یک کلید دیگه هم داشته بود. من رمزش کامل عوض کردم. الان اون یک کلید سوخته شد دیگه، با اون یک کلید این باز نمیشه. رمز قبلیشو پاک کردم و یه رمز دیگه دادم که برای امنیت ماشین بهتر باشه. این الان سویچ اصلشه، اینم سویچیه که براشون تعریف کردیم و اون سویچی هم که قبلا مال این ماشین بوده، کد این ماشین رو داشته، اون الان دیگه کار نمیده چون کدش عوض شد. یا علی